این قوانین طبیعت تخطی ناپذیر هستن. یعنی میخوام خدمت شما عرض کنم که اگر بنده برم روی ترازو بیستم اینجا، یه عددی رو نشون میده. خیلی خوب، این عدد در واقع میزان نیرویی است که زمین داره به جرم بدن من داره وارد میکنه دیگه. این در واقع نیروست. این ما میگیم اصطلاحاً وزن، چون اگه همین ترازو رو برام رو کره ماه بیستیم خیلی خیلی وزن من کمتر نشون میده. مثلا یه آدم 200 کیلویی در روی کره زمین بره کره ماه ممکن است که مثلا 50 کیلو بشه. یعنی یک جاذبه متناسب با بزرگی جرم هست. در همه کره زمین هم شما تشریف ببرید این ترازو رو بذارید، همون رو نشون میده، چون یک نیروست داره میکشه. این نیرو رو نمیشود عوض کرد. به خاطر خدا خواسته است نمیشه، پیغمبر خواسته است نمیشه. بنابراین اگه شنیدید فیل رو هوا را میرفت، میسر نیست، غیر ممکنه. ما امور غیر ممکن رو از امور ممکن بایستی جدا بکنیم تا گیج نشویم. یه کسی روی آب راه میرفت. روی آب راه میرفت یعنی چه؟ انسان، بدن انسان از کربن و هیدروژنه، از آب سنگین تره، استخوان‌هاش هم بیشتر کلسیم و این چیزاست، اونها هم از آب سنگین تره. به محض که رو آب میری پایین، رو آب نمیتونی راه بری. هیچ کس رو آب راه نرفته، نمیشه چنین چیزی، غیر ممکنه. وحی و جبرئیل غیر ممکنه، میسر نیست چنین چیزی. ابابیل نمیدونم فیل رو چه بکنه، میسر نیست چنین، غیر ممکنه، هم چیزی میسر نیست. جبرئیل غیر ممکنه، ممکن نیست چنین چیزی. ما بعد طبیعه رو ما نمیتوانیم تعریف بکنیم. ما بعد طبیعه وجود نداره که. یعنی چه ما بعد طبیعه؟ عالم غیب. این چیزا متناقضه. میفرماید در عالم غیب اجتماع نقیضین میسر هست. آقا این چه سخنی است؟ واقعا این چه سخنی است؟ معجزه، هیچ کس شاهد معجزه نبوده تا حالا، میسر نیست. یعنی معجزه به معنی این است که ما قوانین طبیعت رو به هم بزنیم، قوانین طبیعت رو به هم بزنیم. چنین چیزی میسر نیست. نمیشود سوار قاطر شد یا الاغ شد و رفت به آسمان. اصلا چنین چیزی میسر نیست، امکان نداره. خدا این کارو نمیکنه. بله، در روز بدر مثلا در تاریخ نویسی ها، در همین کتاب سیرت رسول الله، خیلی هم کتاب خوبی است، در روز بدر فرشته ها آمدن کمک چیز کرد، مسلمی کرد. کدام فرشته؟ کی؟ کجا؟ به چه دلیل؟ یعنی چه؟ از کجا آمد؟ اینها چیزهای غیر ممکنه. بنابراین ما برای که به دام این آخوندا نیفتیم و ما رو گیج نکنن و به ما نگویند که حضرت عرض میکنم که امام زمان رفته از ته چاه همونجا زندگی میکنه، یه روز از چاه میاد بیرون. و برای چی رفته ته چاه؟ اصلا وجود نداشت همچین آدمی. مادرش رو آوردن امتحان کردن، آقا 1 سال در خانه خلیفه بود، اصلا آبستن نبود. حالا فرض کنیم آبستن هم بود، بچه‌م داشت، آدمی شده 1000 و اندی سال بره ته چاه. ببینید ما رو چقدر اینا سفیه فرض کردن، این چیزا رو به ما قبولاندن. به خاطر بیچارگی فکری ما و انحطاط فرهنگی ما بوده. یک زمانی از اینا ما استفاده می‌کردیم که عرض کنم که در مسیر اسلام عمر و ابوبکر و عثمان نباشیم. یه چیز من دراری به سیم آخر زده بودیم دیگه. حالا اون سیم آخر پیچیده دور گردنم. خر به آسمان رفت یعنی چه آقا؟ شق القمر، از همه مضحک‌تر داستان شق القمر. والله اگه من ببینید یک شق القمر کردن، یکیش نصف کره ماه رفت بالای کوه ابو قبیس، این قرآن خوانا بگین 1000 جور تعویل میکنن برا. والله من اگه که بزرگترین کفار مدینه باشم، یکی یه نون سنگک برای من شق بکنه از فاصله نمیدونم 1 متری، من ایمان میارم دست پاش میبوسم، آقا تو از کجا آمدی؟ چجب نانی شق کردی تو؟ چگونه ممکنه چنین چیزی؟ یه گردو شق میکرد، میگاد که شق القمر کردن، کفار باورشون نشد. در حالی که اگه یه پرتقال شق میکردن همه میفتن پاش. معراج میخونم براتون، خیلی خنده آوره.
چقدر خوبه که آدم عاقل باشه، جامعهش درش آزادی باشه و حیثیت انسانی در اونجا مصون از خطر و حمله حیوانات وحشی. اینا توهین به حیوانات، ببخشید من از همه حیوانات معذرت میخوام. این جنایتکاران مصون باشه، اوضاع احوال زندگیش رو به راه باشه، همه در امن و خوشی زندگی بکنن، بشینن به این چیزا عشق بورزن، خیلی خوبه، شاعرانه است. اما وقتی این داستانها رو آوردیم ما یه بدبختی یک ملتی شدی، اون موقع ما باید اینها رو باش مبارزه بکنیم. مبارزه با بهترین هاش باید مبارزه بکنیم. زنگ میزنه ایران، تبریک عرض میکنم. متحیر آقا چی شده؟ من چیکار کردم که من که گرفتار زندگی مادی اینجا هستم؟ تبریک چیه؟ آقا چی شده تبریک؟ آقا تولد امام زمان، تبریک عرض میکنم. حسن آقا مثلا، حسین آقا، خانومشون که قدیما اسمش مثلا شهر خانوم بوده حالا شده اشرف سادات الحسینی، بیاد بگو که داریم میریم پیشباز. آقا میگه که پیشباز کی میریم؟ فرودگاه کسی میاد؟ نه، ماه رمضان داره میاد، ما داریم میریم پیشباز ماه رمضان، 1 هفته جلوتر شروع کردیم. حالا من یه چیزی رو میخوام اینجا یه مطلبی رو شما به من بگید. آقا در روزگاری که ما ایران بودیم پدر جان، یه کارخانه عرقسازی خیلی بزرگ بود، اونا 55 قزوین، شرکت میکده، انواع عرق‌ها رو میساخت، میلیون. یه کارخانه عرقسازی دیگر بود در اهواز بود، اسمش یادم رفت، خاویار، شراب رضائیه، عرق مراغه، عرق درگز، عرق‌های فریدن. عرض می شود که شراب‌هایش اینا رو کی میخورد؟ صادرم که نمیشد. شب در شب‌های تهران که خیلی زیبا بود، در این عرض میکنم که کاباره های شبانه هزار بطری عرق خالی میشد. اینا رو کی میخورد بابا جون؟ همین حسین آقا میخورد. بعضی وقتا میرفت سر بند روی تختی مینشست، عرض میکنم که کبابش میبردن، عرق و جیگر، همین آقا، شخص همین آقا، نه کسی دیگه. مینداخت بالا، میخورد و صفا میکرد، کابارش هم میرفت. خانمش هم اون زمان جوان بود، مینی جوپش یه 8-9 اینچ از زانوش بالاتر بود، حالا شده اشرف استادا. بفرمایید که آبجوهای آرگو و مجیدیه و نمیدونم چندین کارخانه بزرگ بود. اینا رو کی میخوردن؟ اینا رو روسا که نمیخوردن که، همین شیعیان میخوردن پدر جان. چی شد پس؟ یه مرتبه مژدگانی که گربه تائب شد، عابد و زاهد و مسلمانا. بفرمایید ببینیم عرقا رو کی میخورد آقا؟ بعضی آخوندان بودن، یه آقای شمسی بود، دهقی بود، منبر میرفت 2 بط عرق میخورد قبل از که بره منبر. میشناسن دهقی ها، میدونن راست میگم من. چی شد این کشور اسلامی که اینجوری نبود که گفت الناس علی دین ملوک؟ حالا داستان چی شده؟ به خاطر نزدیکی به دین جنایتکاران، شیطان پرستان، یا آخونده شیطان پرستن. خب حالا حسین آقا خودش زده به این که به تلفن کنه با آمریکا تبریک عرض کنه. آقا این مملکت خرج خبرا نبود که 4 تا آخوند پوسیده ته قم بودن، داشتن گرسنگی میخوردن، 8 تا دست میرفت در یک کاسه یخنی. 2 تا مسجد هم بود، یکی سر بازار بود، اینا فقط برای ادرار من میدیدم مردم میرفتن اونجا. یه مرتبه چیز شدی؟ کاسه از آش داغ‌تر، عرقای زمزم رو کی میخورد بابا؟ شب تو این کاباره نمیدونم شکوفه بگیرید تا بورسالینو بگیرید و برج بگیرید و نمیدونم افق طلایی و نمیدونم اینا. همیزا پر ودکا بود، خیلی هم خوب بود اتفاقا. من نمیگم چیزی بدی بود. ایرانی‌ها کار میکردن، تولید میگن هزاران ایرانی تو این اینداستری کار میکرد. حالا بستنش برادران قاچاقچیمون جانی واکر میارن، شیواس ریگال، قاچاق. باید زنگ بزنی پاسدار خودش دلیوری میکنه.
همه کار اینا دروغ و ریا بوده از اول. موسیقی رم. خب حالا من میخوام بعد شما از همین رفیع الدین اسحاق ابن محمد بله برای شما بخوانم ببینید که داستان چه بوده. خیلی خوب.